مسفر شدی در مقابل آمریکا. اگر من بیرون شم این نیروهای کثیف آمریکا رو بزنم و به جهنم بفرستم. تو میایی، تو مسلمان میایی پیش روی من و میگی من چگونه به تو رحم کنم، چگونه به تو شفقت کنم. او به پیامبر ما توهین میکنه، او به رهبر و آقای ما توهین میکنه، او زن لختر میاره میگه این خدیجه و عایشه، او به مادر ما توهین میکنه. تو امروز چگونه از او کافر دفاع میکنی؟ رئیس جمهور بسه، بس از خدا بترس، وزیر از خدا بترس، کابینه از خدا بترس، والی و قماندان از خدا بترسید، از خدا بترسید، جواب دندان شکن بدهید.